ساخت ظروف به ویژه ظروف مخصوص مایعات سابقه‌ای دیرینه دارد. این ظروف در دوران‌های مختلف و در مکان‌های مختلف دارای شکل‌ها و طرح‌های مخصوصی بودند. البته این اختلافات از لحاظ کاربردی هم وجود داشته. جنس ظروف در ابتدا از سفال بود، ولی رفته رفته استفاده از شیشه و همچنین فلزات مختلف هم در ساخت آنها گسترش یافت. در میان این ظروف مخصوصی هم وجود داشتند که برای نگهداری و نوشیدن شراب از آنها استفاده می‌شد. این نوع مخصوص از ظرف هم دارای انواع خاصی بود که کاربردهایی متفاوت از هم داشتند. ریتون‌ها ظروفی تشریفاتی و مخصوص نوشیدن شراب بودند که در فرم کلی آنها از اشکال حیوانات و بیشتر سر آنها استفاده می‌شد. این ظروف قیف مانند معمولاً در قسمت پایین به شکل حیوانی که بیشتر شیر، گاو و بز بود در می‌آمدند. کاربرد ریتون فقط نوشیدن شراب از آن نبود، بلکه از آن جهت ریختن شراب در ظرف‌های دیگر هم استفاده می‌شد. شراب را از پارچ‌ها درون ریتون می‌ریختند و در مجلس از درون ریتون به درون پیاله‌ها. در قسمت دهان یا زیر گلوی حیوانات روی ریتون سوراخی وجود داشت که از آن قسمت شراب به بیرون می‌ریخت. استفاده کننده از ریتون با انگشتان خود و باز و بسته کردن سوراخ از آن استفاده می‌کرد. البته استفاده از این ظرف‌ها مهارت خاصی را می‌طلبیده است، چون باید با فاصله معلوم و مشخص شراب را از طریق سوراخ موجود به درون ظرف مورد نظر می‌ریختند. چون شراب با قوس خاصی به ظرف می‌ریخت، در نتیجه آمیخته شدن با هوا مزه تازه‌ای پیدا می‌کرد و شراب تازه کف بیشتری می‌کرد. ریتون‌ها در دوران هخامنشیان شکوفا شدند. در آن زمان علاوه بر شیشه و سفال، ساخت ظروف از فلزات گرانبها بسیار رواج داشت. ریتون‌های قیف مانند با پایانی با سر حیوان جزء فرم‌های رایج و مشخص آن دوران بود. این شیوه بسیار مورد پسند یونانیان واقع شده بود، زیرا بلافاصله پس از جنگ با ایرانیان و آشنایی با این ظرف به تقلید از آنها ریتون‌هایی ساختند. با وجود اینکه این گونه ظروف در نقش برجسته‌های پرسپولیس تصویر نشده‌اند، ولی در روی گلدان‌های یونانی اواخر قرن پنجم پیش از میلاد به کار رفتند. از این گونه ظروف در ایران حتی پس از حکومت هخامنشیان هم استفاده می‌شد. نکته‌ای که در مورد فرم کلی ریتون‌ها باید به آن توجه کرد این است که این ظرف‌ها را معمولاً در مکان خاصی قرار نمی‌دادند و بنابراین در طراحی آنها پایه خاصی برایشان در نظر گرفته نشده که بتوانند روی آن بایستند. این ریتون دارای ارتفاعی 23 سانتیمتری و عمقی 13.4 سانتیمتری می باشد. فرم کلی از دو قسمت تشکیل شده و با سر و قسمتی از بدن یک گریفین یا ترکیب شیر و پرنده تزیین شده است. شکل گریفین موجود بیانگر علاقه وافر هخامنشیان به ترکیب فرم حیوانات مختلف به منظور نشان دادن قدرت و توانایی خود می باشد. گریفین این نمونه بسیار شبیه گریفین موجود در دستبندهای بزرگ طلایی گنجینه آکسوس است. آکسوس مهمترین گنجینه طلا و نقره منسوب به دوره هخامنشیان است. این ریتون یکی از مهمترین آثار موجود نقره‌کاری هخامنشیان است. علاوه بر وجود فرم‌ها و شکل‌های بسیار زیاد در زمان حکومت هخامنشیان، به خاطر وسعت حکومت یک سبک مخصوص و شناخته شده درباری هم وجود داشت. این فرم معمولاً توسط ساتراپ‌ها یا استانداران و یا دیگر نماینده‌های دربار به خارج از ایران شناسانده می‌شد. این ریتون یکی از نمونه‌های هنر درباری هخامنشی است. محل نگهداری این ریتون موزه بریتانیا است.
ارتفاع این ریتون 23.3 سانتی متر و عمقش 19.5 سانتی متر است. این ریتون هم مانند نمونه قبلی با سر و قسمتی از بدن یک گریفین تزیین شده که در این نمونه از عنصر بالها به عنوان جزئی از پرنده بهره گرفته شده است و جنس آن از طلاست. فرم خاص شیر به کار رفته در این طرح هم از مشهورترین فرم‌های هنر هخامنشیان است. شهرت این اثر بسیار زیاد است و آن را یکی از برجسته‌ترین آثار هخامنشیان و حتی ایران پیش از اسلام می‌دانند. این ریتون همکنون در موزه ملی ایران در تهران نگهداری می‌شود.